تولدت مبارک، مبارک مبارک، تولدت مبارک، مبارک مبارک، تولدت مبارک. آقا من کلا تو این جشن تولدا خیلی بدشانسم. پارسال رفتم جشن تولد دخترم. تو فیلم جشن تولدا هیچ جا نیستم ها. ولی اون 2 ثانیه که داشتم در ماسموسی رو لیست میزنم با 20 تا افکت و صحنه آرسته و غیره عکسم افتاد. آقا منم به نوبه خودم خیلی بدشانسم. مثلا یکی از بدشانسیام این بود که مامانمو با تلگرام آشنا کردم. وقتی که خودمو میزنم به خواب پی ام میده مینویسه تو که هنوز آنلاینی، بگی بکپ دیگه. منم به اندازه کافی بدشانسی میارم. همین جمعه با رفقا رفته بودیم کویر لوت، بعد یه مدت گم شدیم. یکی از بچه‌ها از کیفش نقشه در آورد، بعد از 4 ساعت بررسی کردن نگاهی به اطرافش انداخت و دوردست‌ها تپه‌ای رو نشون داد و گفت ما الان اونجاییم. بدشانس فقط من. مثلا من هر طرف تاکسی بشینم قطعا همون سمت خورشید میتابه. مثلا یه بار که سوار تاکسی شدم خورشید از غرب میاد. آقا من یکی دیگه از بدشانسیایی که دارم اینه که اتاقم خیلی خیلی کوچیکه. هر بار اتاقمو میخوام مرتب کنم یاد جنگ روسیه و اوکراین میفتم. کمدو مرتب میکنم تخت اشغال میشه، تختو آزاد میکنم میز سقوط میکنه.